سلام، خیلی خوش اومدیم به مجر. من موریم. توی این ویدیو قرار راجع به پرپوزیشن ها صحبت بکنیم یا پرپوزیسیون. لول این کورس هم برای A1 و A2 هست و منبع منم بازم کتاب آگراماتیک بوده. امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره. میگیم که wir fahren mit dem Zug. اینجا mit یه پرپوزیسیون mit dem Dativ، یعنی بعد از پرپوزیشن mit der Zug شده داتیو و شده dem Zug. یه مثال دیگه میگیم Frau Kunkel kann ohne ihre Brille nicht gut lesen. ohne اینجا دوباره یه پرپوزیشن هست، پرپوزیشن میدم آکوزاتیو. اینجا بعد از پرپوزیشن ohne میبینیم که ihre Brille توی حالت آکوزاتیو هست. یه مثال دیگه مثلا میگیم که das Glas steht neben der Weinflasche. اینجا داتیوه، بعد از neben Weinflasche داتیو شده. توی مثال بعدی ich habe das Glas neben die Weinflasche یا die Flasche gestellt. چون die Flasche آکوزاتیو هست، یه پرپوزیشن ثابت یه بار با داتیو اومده یه بار با آکوزاتیو. پرپوزیشن mit داتیو oder آکوزاتیو. چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که پرپوزیشن bestimmen den Kader der nachfolgenden Namen oder Pronomen. پرپوزیشن تعیین میکنه که حالت نومیناتیو، داتیو یا آکوزاتیو یا حتی گنیتیو اسم یا پرونومی که بعدشون میاد کدوم باشه. Es gibt Präpositionen, nach denen immer derselbe Kasus folgt. یه سری پرپوزیشن هستن که بعد از اونا همیشه کاسوسی که میاد ثابته. مثلا mit dem Zug. mit همیشه بعدش داتیو میاد. مثلا میگیم که wir fahren mit dem Zug. nach mit folgt immer der Dativ. همیشه بعد از mit از داتیو استفاده میکنیم. Frau Kunkel kann ohne ihre Brille nicht lesen. اینجا ohne بعدش آکوزاتیو اومده و همیشه همین جوری خواهد بود. nach ohne folgt immer der Akkusativ. همیشه بعد از ohne آکوزاتیو داره. مورد دومی که مهمه اینه einige Präpositionen können den Fall wechseln. بعضی از پرپوزیشن ها ممکنه کازی که بعدش میاد عوض بشه. Sie können mit dem Dativ oder mit dem Akkusativ auftreten. بعضی وقتا با داتیو میان، بعضی وقتا هم با آکوزاتیو. الان اینکه کی با آکوزاتیو کی با داتیو میان اینو جلوتر قراره با هم دیگه یاد بگیریم. الان فقط می‌خوایم یه نمای کلی داشته باشیم از کل موضوع پرپوزیشن ها توی سطح A1 و A2. دقیقاً به همین ترتیب می‌خوایم پیش بریم. اول از همه راجع به پرپوزیشن هایی که بعدشون همیشه داتیو میان صحبت می‌کنیم. مثلا همین مثالمون که فقط mit dem Zug. حالا mit یکی از این پرپوزیشن ها بود. پرپوزیشن های دیگه هم یاد میگیریم که همیشه با داتیو میان. بعد راجع به پرپوزیشن هایی صحبت میکنیم که بعدشون همیشه آکوزاتیو میاد، مثل همین اونه که یادش گرفتیم. در آخر همین راجع به پرپوزیشن هایی صحبت میکنیم که بعدشون داتیو میاد یا آکوزاتیو و راجع به این هم صحبت میکنیم که کی داتیو و کی آکوزاتیو بعدشون. حالا بریم با مورد اول با پرپوزیشن هایی که با داتیو میان بیشتر آشنا بشیم. دوباره اول یه مثال ببینیم. Martina fährt bei schönem Wetter mit dem Motorroller von Baden-Baden nach Konstanz zu ihrer Tante. مارتینا وقتی که هوا خوبه با موتورش از بادن بادن میره کنستانس که تانتش میره پیش تانتش، حالا خاله یا عمه. این پرپوزیشن هایی که اینجا استفاده شدن همشون پرپوزیشن هایی هستن که با داتیو میان همیشه. حالا هر کدوم از این پرپوزیشن ها یه آنگابه خاصی هست. مثلا پرپوزیشن بای اینجا داره یه کاندیشنی رو نشون میده، این کاندیشنال آنگابه هست، داره شرایط رو میگه اگه شرایط اینجوری باشه. مثلا پرپوزیشن میت اینجا مودال آنگابه هست، داره مودال آنگابه رو نشون میده، یعنی حالت، چگونگی، نحوه انجام، آرت و وایزه. فون ناخ اون تو لوکال آنگابه هستن، پرپوزیشن های لوکالن. حالا پرپوزیشن هایی که توی A1 و A2 یاد گرفتیم و با داتیو میان اینا هستن. از این اولی شروع بکنیم. اولیش آپ هست که معمولا هم بعدش کلمه‌ای که بعدش میاد آرتیکل نداره. مثلا das Flugzeug fliegt ab Frankfurt. اینجا وقتیه که به صورت لوکال ازش استفاده بکنیم، یعنی لوکال آنگابمون رو باهاش بگیم. هواپیما از فرانکفورت پرواز میکنه.
یا مثلا وقتی که temporal Angabe باهاش بگیم میشه ab nächster Woche habe ich Urlaub. اینجا nächster Woche چون داتیو شده nächster Woche آخرش اندونگ شده پرپوزیشن بعدی aus هست bei Modal und Kausal Angaben ohne Artikel. وقتی که مودال انگابه یا کاوزال انگابه رو داریم باهاش میگیم آرتیکل نداره. مثلا ich komme aus der Türkei. این لوکالش هست، یعنی من از ترکیه میام، من ترک هستم. حالا مودالش چه شکلی میشه die Tür ist aus Holz. این در از چوب هست. یا کاوزال مثلا میگیم که er heiratet sie aus Liebe. این به خاطر عشق داره با اون ازدواج میکنه. حالا پرپوزیشن بعدیمون بای هست که کورس فرمش وقتی که مثلا بای دم داریم میگیم بایم. مثلا er wohnt bei seinen Eltern. وقتی که لوکال انگابه بگیم میگیم که اون پیش پدر مادرش زندگی میکنه. یا مثلا er sieht beim Essen fern. وقتی که غذا میخوره تلویزیون میبینه. temporal انگابه. یا bei schlechtem Wetter gehe ich nicht spazieren. کاندیشنال انگابه. پرپوزیشن بعدی میت هست که چند تا مثال ازش دیدیم. معمولا مودال انگابه ها رو باهاش میگیم. مثلا ich fahre mit dem Zug که این مثال رو دیدیم. یا مثلا sie trinkt Kaffee mit Zucker. قهوه‌شو با شکر میخوره. Nächste Präposition nach bei Lokalangaben ohne Artikel. وقتی که لوکال انگابه رو داریم میگیم از آرتیکل استفاده نمی کنیم. Meiner Meinung nach steigen die Benzinpreise noch. به نظر من قیمت بنزین هنوز بالاتر میره. چیزی که اینجا مهمه اینه که وقتی که داریم مودال انگابه‌مون رو با ناخ میگیم معمولا اون ناخ بعد از اسممون میاد. Meiner Meinung nach. اینجا meiner Meinung داتیوه و ناخ بعدش اومده. ما معمولا میگیم که پرپوزیشنمون رو میاریم بعدش یه اسم یا یه پرونومن میاریم. وقتی که از ناخ داریم به عنوان مودال انگابه استفاده میکنیم، مودال پرپوزیشن، اول اسم میاد یا پرونوم بعدش ناخ میاد که حالا اینجا باید میبینیم که داتیو شده. meiner Meinung nach یعنی به نظر من steigen die Benzinpreise noch. قیمت های بنزین هنوز بالا میره. مثلا لوکالش میشه ich fahre nach Hause. من میرم خونه. یا temporal میشه nach dem Essen gehe ich ins Bett. بعد از غذا من میرم بخوابم، من میرم به تخت. Nächste Präposition ist seit. Zum Beispiel es regnet seit 2 Tagen. فقط هم temporal استفاده میشه، یعنی اینکه الان 2 روزه که داره بارون میاد و اینو وقتی استفاده میکنیم که یه اتفاقی توی گذشته افتاده و هنوز ادامه داره. وقتی میگیم که es regnet seit 2 Tagen یعنی الان داره بارون میاد و 2 روز هم هست که داره بارون میاد، یعنی از 2 روز پیش شروع شده بارون و هنوز هم داره بارون میاد. von Kurzform von plus dem ist vom. وقتی که بعدش دم داشته باشیم مستقیم میتونیم بگیم vom کوتاه‌تره. لوکالش zum Beispiel ich komme gerade vom Zahnarzt. von dem Zahnarzt. من الان دارم از پیش دندون پزشک میام. یا مثلا das ist der Schreibtisch vom Chef. میگیم که این میز رئیس هست. حالا این گنتیو رو ما هم میتونیم با گنتیو آرتیکل بگیم، هم میتونیم با فون بگیمش. اینجا هم میبینیم که نوشتیم گنتیو ارزات، یعنی جایگزین گنتیو. حالا همینو اگه میخواستیم با گنتیو بگیم میشد das ist der Schreibtisch des Chefs. چرا؟ بخاطر اینکه آرتیکل شف دره توی گنتیو میشه des. آخر خود اسمش هم یه اسم میگیره. پرپوزیشن بعدی تو هست. 2 تا کورس فرم هم داره. تو بعدش وقتی دم بیاد میگیم zum. وقتی هم که بعدش der بیاد میشه zur. مثلا ich gehe zu Fuß. من پیاده میرم. مودال انگابه هست اینجا، ولی چیزی که هست که zu Fuß یه ترکیب ثابته، feste Wendung هست و همیشه همینجوری استفاده می‌کنیم. وقتی که می‌خوایم بگیم که من پیاده میام میگیم که ich gehe zu Fuß.
فینال انگابه یعنی وقتی نتیجه یه چیزی رو میخوایم بگیم، مثلا میگیم که zum Einparken sollte man beide Außenspiegel benutzen. برای پارک کردن ماشین باید یا بهتره که آدم از هر دو تا آینه بغل ها استفاده بکنه. یا مثلا لوکال انگابه میگیم که ich gehe zur Bibliothek، من میرم کتابخونه، من میرم به سمت کتابخونه. بریم حالا چند تا مثال ازش حل بکنیم. Übung 1 لوکال انگابه. تمرکزمون توی این Übung روی لوکال انگابه ها هست. wohin، وقتی که به سوال wohin میخوایم جواب بدیم چجوری استفاده میکنیم از این پرپوزیشن ها؟ Ergänzen Sie die Präpositionen und den Artikel beziehungsweise die Kurzform wenn nötig. پرپوزیشن ها رو کامل بکنید اگر هم امکانش هست یا اگر هم نیاز بود از کورت فرما استفاده بکنید. نکته ای که هست اینه برای لوکال انگابه ها ما میتونیم هم از ناخ استفاده کنیم هم از سو وقتی که به سوال wohin میخوایم جواب بدیم به کجا، یا ناخ یا سو استفاده میکنیم. که این ناخ bei Angaben ohne Artikel. Das heißt, Städten, شهرها، Länder ohne Artikel, Richtungen, جهتها، links, rechts, oben und nach Hause. nach Hause هم دوباره یه feste Wendung هست. همیشه با هم استفاده میشه. که از سو استفاده میکنیم bei Personen, Veranstaltungen, einigen Institutionen und im Sinne von in Richtung. برای آدم ها، ایونت ها، یه سری مؤسسات یا وقتایی که بخوایم بگیم که به سمت فلانجا. حالا مثلا یه نفر سوال بپرسه wohin fahrt ihr؟ شما به کجا دارید میرید؟ به کدوم سمت دارید میرید؟ جواب میدیم wir fahren zur Bibliothek. ما داریم میریم سمت کتابخونه یا ما داریم میریم به کتابخونه. حالا ویدیو رو پاس کنید، سعی کنید خودتون بقیه رو جواب بدید و از پرپوزیشن درست استفاده بکنید. 2 wir fahren nach München. شهر اشتت ohne Artikel هست، مثلا از ناخ استفاده میکنیم. wir fahren zum Bahnhof. wir fahren nach Portugal. wir fahren nach rechts، جهت ها، Richtungen. wir fahren zur Polizei. wir fahren zum Zahnarzt. wir fahren nach Hause. wir fahren zu Otto und Frieda. ما میریم پیش اوتو و فریدا، اسم دو شخص دیگه. wir fahren zur Post. wir fahren nach Deutschland und wir fahren zum Unterricht. ما میریم به کلاس ده. حالا ب woher، وقتی که میخوایم به سوال woher یا از کجا جواب بدیم دوباره باید حالا کامل کنیم جاهای خالی رو. دوباره وقتی که به woher میخوایم جواب بدیم یا باید از aus استفاده بکنیم یا از von. حالا کی از aus؟ bei Städten, Ländern und im Sinne von heraus. وقتی داریم میگیم که از اونجا مثلا اومدیم یا جهت اومدنمون رو میخوایم بگیم از aus استفاده میکنیم. کی از von استفاده میکنیم bei Personen, Veranstaltungen, einigen Institutionen, Richtungen، جهتها und im Sinne von Ausgangspunkt. وقتی که نقطه شروع یه چیزی رو میخوایم بگیم، مثلا von Berlin nach Hamburg. وقتی یه مسیر رو داریم میگیم اول مسیر و شروع مسیر رو با von میگیم دوباره. حالا مثلا یه نفر سوال میپرسه که woher kommst du؟ از کجا اومدی؟ نه که نشنالیتی چیه، ملیت نه، همین الان از کجا اومدی. یه نفر مثلا دوستت تو خیابون میبینی ازش میپرسی که مثلا از کجا الان اومدی، woher kommst du؟ جواب میده ich komme aus der Küche. من الان از آشپزخونه اومدم. ich komme aus Frankreich. حالا این ممکنه که جواب این سوالم باشه که من فرانسوی هستم، یا ممکنه که تو فرودگاه مثلا یه نفر دیدی ازش بپرسی که woher kommst du؟ طرف بگه که ich komme aus Frankreich. یعنی الان پروازم مثلا از فرانسه رسید. ich komme vom Bahnhof. ich komme aus Leipzig. ich komme von der Buchmesse. از نمایشگاه کتاب اومدم. ich komme von der Polizei. vom Zahnarzt.
vom Unterricht von Tante Elsa aus der Sauna von einer Party von links. حالا برای جواب دادن به سوال wo از why استفاده میکنیم. Bei Personen, Veranstaltungen, einigen Institutionen. خب من معذرت میخوام این جمله رو یادم رفته بود درست کنم، الان درستش کردم. مثلا سوال میپرسیم warst du schon، یعنی تا حالا بودی، حالا کجا؟ مثلا Nummer 1 beim Zahnarzt، warst du schon beim Zahnarzt، تا حالا پیش دندونپزشک مثلا بودی؟ یا مثلا warst du schon beim Chef، تا حالا پیش رئیس رفتی، تا حالا پیش رئیس بودی؟ warst du schon beim Golf spielen، warst du schon bei Mori، تا حالا پیش موری بودی؟ warst du schon bei der Buchmesse، warst du schon bei der Polizei. این پرپوزیشن هایی بودن که بعد همیشه با داتیو میان. حالا بریم پرپوزیشن هایی رو ببینیم که همیشه با آکوزاتیو میان. Herr Schmidt ging ohne Kuss durch die Tür. بدون سلام کردن از در رد شد و رفت. ohne و durch پرپوزیشن هایی هستن که با آکوزاتیو میان. حالا تو جدول بریم ببینیم، مثلا bis و بدون آرتیکل هم میاد. Zum Beispiel der Zug fährt nur bis München. این قطار فقط تا مونیخ میرونه وقتی که لوکال باشه. oder ich bleibe bis Sonntag. temporal وقتی که یه زمانی رو میخوایم باهاش بگی، میگه من فقط تا یک شنبه میمونم. پرپوزیشن بعدی durch هست. zum Beispiel wir fahren durch die Türkei. هم میتونه این معنی رو بده که ما از طریق ترکیه میریم، هم میتونه این معنی رو بده که ما کل ترکیه رو مثلا میریم ازش گذر میکنیم، از کل ترکیه رد. حالا این وقتی هست که به عنوان لوکال پرپوزیشن ازش استفاده کنیم، یه لوکال انگابه رو باهاش بگیم. وقتی که مودال انگابه رو باهاش بگیم این شکلی میشه. Die Mannschaft verbesserte sich durch hartes Training. یعنی میگیم این تیم خودش رو بهتر کرد از طریق تمرین های سخت. پرپوزیشن بعدی für هست. Zum Beispiel ich brauche das Geld für meine Miete. یعنی من این پول رو نیاز دارم، من پول نیاز دارم برای اجاره. oder die Blumen sind für meine Frau. این گل ها برای همسر من هستن، برای خانم من، که جفتش برای فینال انگابه هست وقتی نتیجه یه چیزی رو میخوایم بگیم، هدف یه چیزی رو میخوایم بگیم. پرپوزیشن بعدی gegen هست. zum Beispiel das Auto fuhr gegen einen Baum. یعنی ماشین خلاف به جهت یه درخت رفت و خورد به درخت برخورد کرد. oder ich komme gegen 8 Uhr. من حدود ساعت 8 میام. oder ich nehme die Tabletten gegen Kopfschmerzen. من این قرص ها رو میخورم بر ضد یا برای درمان Kopfschmerzen، برای درمان سرده. پرپوزیشن بعدی ohne هست که اغلب هم بدون آرتیکل میاد. oft ohne Artikel. zum Beispiel ohne Brille kann ich nicht sehen. بدون عینک من هیچی نمیتونم ببینم. پرپوزیشن آخر هم هست. zum Beispiel die Besprechung beginnt 9 Uhr. برای وقتی که مثلا ساعت رو میخوایم بگیم، genaue Zeitangabe، وقتی دقیق یه ساعتی رو میخوایم بگیم از استفاده میکنیم. میگیم که میتینگ یا جلسه ساعت 9 شروع میشه. یا مثلا die Kirche wurde 750 gebaut. این کلیسا حدود سال 1750 ساخته شده. اون genaue Zeitangabe. وقتی که پس با سال میگیمه یعنی میگیم دوروبر اون سال، ولی وقتی که با ساعت میگیم یعنی دقیقاً همون ساعت. Und wir sind die Kirche gegangen oder wir sind die Kirche herumgegangen. یعنی اینکه ما رفتیم دور کلیسا، از دور کلیسا رد شدیم، دور کلیسا رو دور زدیم.
Übung 2. Ergänzen Sie die fehlende Präposition. پرپوزیشنایی که نیستن رو باید کامل بکنین. manchmal sind mehrere Lösungen möglich. ممکنه که توی بعضی از این جای خالی ها چند تا از پرپوزیشن ها کار بکنه. 1. Wann kommt ihr heute zum Abendessen? امروز چه ساعتی؟ کی میایید برای شام؟ 20 Uhr oder gegen 20 Uhr. یا میتونیم بگیم که ساعت 8 میاییم 20 Uhr. یا میتونیم بگیم که حدود ساعت 8 gegen 20 Uhr. حدوداً ساعت 8. حالا ویدیو رو پاس کنین، سعی کنین خودتون پرپوزیشن مناسب رو انتخاب کنین. 2. Helfen diese Tabletten auch gegen Halsschmerzen? این قرصا برای گلو دردم کمک میکنه. 3. Diesmal fahren wir ohne die Kinder in Urlaub. Nur du und ich. این بار بدون بچه ها میریم مسافرت، بدون بچه ها میریم تعطیلات، فقط تو و من. 4. Ich bin gegen diesen Plan. من مخالف این نقشم. Ich glaube, er wird nicht funktionieren. من فکر میکنم که این کار نمیکنه. 5. Wie viel hast du für diese Jacke bezahlt? چقدر برای این کت پول دادی؟ چقدر بادای این کت پول دادی؟ توی فارسی بعضیا میگن 70 Euro. 6. Die Vorlesung von Professor Peter endet heute um 12 Uhr. اینجا نمیتونیم از گگن استفاده کنیم. چرا؟ بخاطر اینکه داریم میگیم که فورلزونگش اون ساعت تموم میشه. فورلزونگ یه ساعت مشخص معمولا تموم میشه، چون توی پلن برنامه‌ریزی که شده یه ساعت مشخص براش هست. واسه همین اینجا اون درسته. نمیتونیم بگیم حدود ساعت 12. 7. Ich will einen Spaziergang durch den Park machen. Kommst du mit? من از وسط پارک میخوام برم توی پارک Spaziergang انجام بدم. تو هم میای؟ 8. Herr Schmidt kommt heute erst um 14 Uhr zurück. oder gegen 14 Uhr zurück. باز اینجا دوباره از جفتش میتونیم استفاده کنیم. یا میتونیم دقیق بگیم ساعت 2 میاد، ساعت 14. یا میتونیم بگیم حدود ساعت 14. Möchten Sie ihm eine Nachricht hinterlassen? دوست دارید که براش یه پیغام بگذارید. 9. Ohne deine Hilfe kann ich diese Aufgabe nicht lösen. بدون کمک تو من نمیتونم این تمرین، این کار رو، این aufgabe رو حل بکنم. خب اینا پرپوزیشن هایی بودن که همیشه با آکوزاتیو میان. پس تا الان پرپوزیشن هایی که با داتیو میان و پرپوزیشن هایی که همیشه با آکوزاتیو میان یاد گرفتیم. حالا بریم واسه پرپوزیشن هایی که میتونن عوض کنن کازشون رو، یعنی یا با داتیو میان یا آکوزاتیو. اولین پرپوزیشنی که میخوایم راجعش حرف بزنیم پرپوزیشن ان هست که کورس فرمش وقتی که بعدش دم بیاد میشه ام، ان دم میشه ام، ان داس میشه انس، چون ممکنه بعدش هم داتیو بیاد هم آکوزاتیو. حالا در جواب این که به چه سوالی ما میخوایم جواب بدیم با این پرپوزیشنمون تعیین میکنه که کاززمون چی باشه. اسپویلش میکنم، همیشه وقتی که داریم به سوال وهین جواب میدیم آکوزاتیوه، غیر از این داتیو. فقط یه استثناء داریم که اونم برای آوفه که وقتی که به سوال وی جواب میدیم بازم آکوزاتیوه. ولی بجز این همیشه به سوال وهین وقتی میخوایم جواب بدیم با آکوزاتیو جواب میدیم. غیر از اون معمولا این پرپوزیشن ها با داتیو میان. گفتم بجز استثناء آف و وی وقتی که مودال داریم ازش. حالا بریم تک تک ببینیم. آن اول از همه، مثلا وقتی که به سوال و میخوایم جواب بدیم، wohin که نیست، پس همون داتیوه. zum Beispiel das Bild hängt an der Wand. der Wand اینجا داتیوه دیگه، چون دی وانده داتیو شده der Wand که این عکس به دیوار آویزونه، از دیوار آویزون هست، و ثابته. وقتی که به سوال wohin میخوایم جواب بدیم، zum Beispiel ich hänge den Mantel an die Garderobe. من این مانتو رو به چوب لباسی به گاردروبه آویزون میکنم. جواب سوال وهین آکوزاتیو. اینا جفتشون لوکال بودن. حالا وقتی که مثلا جواب سوال وان رو بخوایم بدیم، یعنی تمپورال باشه، zum Beispiel ich komme am Montag an dem Montag، دوباره داتیو میشه. حالا پرپوزیشن بعدی auf.
کورت فرمش هم هست وقتی که auf پلوس das میشه aufs. حالا به سوال wo میخوایم جواب بدیم. داتیو. zum Beispiel das Buch liegt auf dem Tisch. این کتاب روی میز قرار داره. جواب سوال wohin میشه آکوزاتیو. Ich lege das Buch auf den Tisch. که auf dem Tisch بود داتیو، اینجا میشه auf den Tisch آکوزاتیو میشه. این که من این کتاب رو روی میز قرار میدم. اون استثنایی هم که گفتیم اینجاست که گفتیم در جواب سوال وی با پرپوزیشن auf باز دوباره آکوزاتیو میشه کازمون. zum Beispiel macht es auf seine Art. اون به روش خودش این کار رو انجام میده. hinter برای جواب سوال wo zum Beispiel der Brief liegt hinter dem Schreibtisch. wohin zum Beispiel der Brief ist hinter den Schreibtisch gefallen. توی اولی داریم میگیم که نامه پشت میز قرار داره. توی دومی داریم میگیم که نامه پشت میز افتاد. جواب سوال وهینه، یه حرکتی داره انجام میشه. زمین میشه آکوزاتیو. پرپوزیشن بعدیمون این هست. کورت فرم in dem میشه im. in das میشه ins. حالا جواب سوال wo ich war in der Schweiz داتیو شده. من توی سوئیس بودم. جواب سوال wohin ich fahre in die Schweiz. من رانندگی میکنم میرم به سوئیس آکوزاتیو. جواب سوال wann یا temporal Angabe. Wir haben im August Ferien. ما توی ماه آگوست تعطیلات داریم. این dem August بوده. ماه ها گفتیم آتینگششون در بودن، اینجا داتیو شده میشه پس im. wie یا modal Angabe zum Beispiel war in guter Stimmung. توی حال هوای خوبی بود. مود خوبی داشت. دوباره اینجا هم داتیو. neben در جواب به سوال wo der Tisch steht neben dem Bett. میز کنار تخت قرار داره. حالا جواب سوال wohin ich stelle den Tisch neben das Bett. آکوزاتیو میشه اینجا. اینکه من میز رو کنار تخت قرار میدم. über جواب سوال wo داتیو. zum Beispiel das Bild hängt über dem Sofa. این عکس بالای سوفا بالای مبل آویزون شده. جواب سوال wohin که با آکوزاتیو میشه Otto hängt das Bild über das Sofa. پرپوزیشن بعدی unter در جواب سوال wo که با داتیو میشه zum Beispiel die Katze sitzt unter dem Stuhl. گربه زیر صندلی نشسته. جواب سوال wohin die Katze kriecht unter den Stuhl. گربه میخزه میره زیر صندلی. die Katze kriecht unter den Stuhl. آکوزاتیو میشه اینجا. و جواب سوال wie هم وقتی که مودال انگابه داشته باشیم wir arbeiten unter schlechten Bedingungen. دوباره داتیو میشه اینجا. پرپوزیشن بعدی vor هست. vor Kurzform vor plus dem ist form. جواب سوال wo die Taxis stehen vorm Bahnhof. تاکسیا جلوی بانهوف قرار داره. جواب سوال آکوزاتیو حالا die Taxis fahren direkt vor die Tür. این تاکسیا تا جلوی در میرن. آکوزاتیو میشه. حالا جواب سوال wann و warum دوباره داتیو میشه. zum Beispiel treffen wir uns vor dem Mittagessen. قبل از نهار همدیگر رو ببینیم. Er sprang vor Freude in die Luft. از خوشحالی اون پرید توی هوا. پرپوزیشن بعدی zwischen هست. تو جواب سوال wo میگیم vielleicht ist das Foto zwischen den Büchern. داتیوه. میگیم ممکنه که
عکس بین کتابا باشه. تو جواب سوال wohin ولی که آکوزاتیو میشه zum Beispiel hast du das Foto zwischen die Bücher gesteckt. میگیم که این عکس رو بین کتاب ها گذاشتی یا قایم کردی. و جواب سوال وان هم وقتی که temporal angeben داریم دوباره داتیو میشه. zum Beispiel zwischen dem 1. und dem 5. Mai ist das Restaurant geschlossen. بین 1 و 5 می رستوران تعطیل هست. پس کلا چی شد؟ گفتیم که توی پرپوزیشن هایی که هم میتونن با داتیو بیان هم میتونن با آکوزاتیو بیان، بستگی به این داره که ما داریم جواب چه سوالی رو میدیم با این پرپوزیشن ها. اگر جواب سوال wohin رو داریم میدیم آکوزاتیو قطعاً، در غیر این حالت داتیوه. یه استثناء فقط داشتی، اونم وقتی بود که از پرپوزیشن auf داریم استفاده میکنیم و مودال آنگابه داریم، یعنی جواب سوال وی رو داریم میدیم، اون موقع باید آکوزاتیو. پس حالا بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، میگیم که لوکال آنگابه ها die genannte Präposition nennt man auch Wechselpräpositionen, wie sie bei lokalen Angaben den Fall wechseln. به پرپوزیشن های لوکال ما وکسل پرپوزیشن ها هم میگیم. چرا؟ به خاطر اینکه میتونن اون کادوزی که بعدشون میان رو عوض بکنن. auf die Frage wo folgt der Dativ، وقتی داریم به سوال wo جواب میدیم داتیو میاد بعدش، کادوز حرف یا اسمی که بعد از پرپوزیشن میاد داتیوه. und auf die Frage wohin folgt der Akkusativ، وقتی داریم جواب سوال wohin رو میدیم فالی که بعدش هست اسممون یا پرونومی که بعدش میاد توی حالت آکوزاتیو. مثلا die Flasche steht im Kühlschrank، جواب سوال wo رو داریم میدیم. فکرتی توی این جمله توی این خبری که ما داریم میدیم اتفاق نمیفته، میگیم یه چیزی یه جایی هست، فلاشه این بطری توی کولشرانک هست، واسه همین میشه داتیو. ولی ich habe die Flasche in den Kühlschrank gestellt، میگیم که من این بطری رو توی یخچال گذاشتم، داریم جواب سوال wohin رو میدیم. واسه همین اینجا اون حرفی که بعد از این میاد، بعد از پرپوزیشن اون میاد، آکوزاتیو میشه. برای temporal Angabe ها چی؟ Bei temporalen Angaben folgt nach an, in, vor und zwischen immer der Dativ. وقتی که temporal Angabe باشن این پرپوزیشن همون همیشه بعدشون داتیو میاد. مثلا wir sehen uns am Donnerstag in der Pause vor der Besprechung zwischen den Gesprächen. یعنی که ما همدیگر پس پنجشنبه توی پازه قبل از جلسه بین دوتا صحبت، بین دوتا گشپرش میبینیم همدیگر. حالا بریم چند تا مثال حل کنیم. با مثال فکر میکنم یه ذره واضح تر بشه این جواب چه سوالی رو داریم میدیم، چون شاید یه ذره گیج کننده باشه. Übung 3. Wo oder wohin? Dativ oder Akkusativ? Ergänzen Sie. اینجا باید تشخیص بدیم که اینجا جواب چه سوالی داره داده میشه، wo یا wohin. که تصمیم بگیریم اگه wo بود داتیو استفاده بکنیم، اگه wohin بود آکوزاتیو استفاده. Zum Beispiel 1. Wir treffen uns vor dem Kino. داریم میگیم که ما همدیگر رو جلوی سینما میبینیم، پس جواب سوال ووه، واسه همین داتیو میشه. حالا ویدیو رو پاس کنید، سعی کنید خودتون بقیه‌اشو جواب بدید. 2. Ich warte auf dich in dem Schuhgeschäft in der Friedrichstraße. جفت جواب سوال و داتیو شده. 3. In welches Restaurant möchtest du gehen؟ اینجا چون گین داریم یعنی داریم wohin رو میپرسیم، مثلا همین آکوزاتیو میشه. Ich kenne ein nettes Restaurant direkt neben dem Theater. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab. Auf dem Marktplatz findet heute Abend ein Open-Air-Konzert statt. Kommst du heute Abend mit in die neue Schwimmhalle? Nein, ich gehe nochmal in die Firma. Was willst du denn abends in der Firma noch machen؟ اینجا wo بود، قبلی wohin بود، پس همین اینجا آکوزاتیو بود، اینجا شده داتیو. Ich muss in meinem Büro nach einem Dokument suchen.
Ich hoffe, es liegt auf meinem Schreibtisch. Vielleicht hat die Sekretärin das Dokument gefunden und in den Tresor gelegt. اینجا دوباره آکوزاتیو. Übung 4 im Büro. Ergänzen Sie die Präpositionen an, in, vor, zwischen und die Artikelendung bzw. die Kurzform, wenn nötig. اینجا در واقع همین وکسل پرپوزیشن ها رو داریم که باید کامل کنیم باهاش و تصمیم بگیریم. 1. Die Besprechung der Informatikabteilung findet morgen am 21. März um 9:30 Uhr statt. حالا ویدیو رو پاس کنید، سعی کنید خودتون بقیه‌اش رو حل کنید. 2. Herr Schmidt ist am Freitag auf Geschäftsreise. Mit dringenden Fragen können Sie sich an Frau Kümmel wenden. 3. Liebe Kollegen, wer möchte am Weihnachtsessen teilnehmen? Bitte geben Sie Frau Hafner noch vor diesem Wochenende Bescheid. 4. Im letzten Monat waren 12 Mitarbeiter krank. 5. In der nächsten Besprechung müssen wir über das Projekt diskutieren. 6. Das Protokoll der letzten Besprechung wurde vor einer Woche per E-Mail geschickt. 7. Am Montagvormittag empfängt der Chef eine Delegation aus Japan. 8. In diesem Sommer nimmt unsere Firma an 2 großen Industriemessen teil. 9. Zwischen dem 4. und dem 6. November ist die Kantine geschlossen. خب تا اینجا ما اومدیم یه دسته‌بندی کردیم بر اساس اینکه بعد از پرپوزیشن اون آکوزاتیو میاد، داتیو میاد، یا آکوزاتیو یا داتیو که حالتهای مختلفش رو بررسی کردیم. بر اساس این اومدیم پرپوزیشن ها رو دسته‌بندی کردیم. حالا بریم یه جمع‌بندی بکنیم، از این نگاه پرپوزیشن ها رو دسته‌بندی کنیم که ببینیم کدوماشون برای پرپوزیشن هایی که موقعیت مکانی رو میگن، برای لوکال انگابه هستن، کدوما تمپورال هستن و کدوما هم حالت روی دسته های دیگه. حالا اول یه جمع‌بندی بکنیم برای لوکال انگابه ها، پرپوزیشن هایی که باهاشون لوکال انگابه نمایش میدیم یا بیان میکنیم باهاشون. مثلا وقتی میخوایم جواب سوال wohin رو بدیم، wohin gehen Sie, wohin fahren Sie, wohin fliegen Sie، برای جهت هایی که آرتیکل ندارن، برای شهرها، برای کشورهایی که آرتیکل ندارن، مثلا از ناخ استفاده میکنیم. و ما یاد گرفتیم که ناخ همیشه با داتیو میاد، حتی وقتی که جواب سوال wohin رو داره میده. پس مثلا میگیم که nach Deutschland, nach München, nach Europa، یا برای جهت‌های آسمانی، جهت‌های جغرافیایی، مثلا nach Nord, nach Osten، به سمت شمال، به سمت شرق، nach Hause هم که یه ترکیب ثابت گفت. اینا حالا با اینکه جواب سوال wohin ولی داتیون. چرا؟ بخاطر اینکه nach وکسل پرپوزیشن نیست، nach همیشه بعدش داتیو میاد. حالا برای همین چیزایی که با nach جواب سوال wohin نشون میدیم، مثلا همین شهرها، کشورها، جهت‌ها، اگه بخوایم جواب سوال و رو بدیم، یعنی بگیم که مثلا کجا هستی، و واقعا کجا بودید، با این میگیم و این پلوس داتیو میشه، چون گفتیم که این وکسل پرپوزیشن هم میتونه آکوزاتیو باشه هم داتیو، ولی جواب سوال وه، پس میشه این پلوس داتیو. مثلا این دویچلند، این مونشن، این اروپا، یا مثلا این نوردن در شمال. سوهاوزم ولی خب استثناء هست، به خاطر اینکه این با همیشه از این ترکیب ثابت استفاده میگیم سوهاوزم. Ich bin zu Hause. پس چی شد؟ Länder ohne Artikel, Städte und Kontinenten، کشورهایی که آرتیکل ندارن، شهرها، قاره ها و جهت ها جغرافیایی. اینا رو پس اگه بخوایم جواب سوال wohin رو بدیم میگیم nach، اگر بخوایم جواب سوال wo رو بدیم میگیم in. حالا مورد بعدی im Sinne von hinein، وقتی که میخوایم بگیم که داریم میریم به سمت یه جایی، میخوایم وارد یه جایی بشیم. مثلا میگیم که این دی کشه یا این دی شوله، این دارم میرم به سمت کلیسا و واردش هم میخوام بشم، مثلا دارم میرم به سمت شوله و میرم داخل داخل مدرسه، دارم میرم که برم توی رستوران، دارم میرم توی پارک، این دست قصه این دن پارک.
یا مثلا کشورهایی که آرتیکل دارن، مثلا ایندیشوایت، اشفاق ایندیشوایت، یعنی من دارم میرم به سمت سوئیس و میخوام وارد خاک سوئیس هم بشم. ایندن زودان. یا مثلا ایندی نیدرلند، دارم میرم به سمت هلند، وارد هلند هم میخوام بشم. حالا برای همینا اگه جواب سوال و رو بخوایم بدیم، همون اینو استفاده میکنیم ولی با داتیو. اینجا پس این وکسل پرپوزیشنه. مثلا این در کیش، من داخل کلیسا هستم. این در شوله، داخل مثلا مدرسه. این رستوران، این پارک. یا همین کشورهایی که آرتیکل دارن هم همینطور. این در شوایت، این سودان، این در نیدرلندن. حالا im Sinne von heran یعنی وقتی که میخوایم بریم به یه جای و نزدیک اون چیز بشیم، حالا نمیخوایم بریم واردش بشیم. مثلا an das Fenster میگیم که مثلا wohin gehen Sie، کجا دارید میری؟ ich gehe an das Fenster یعنی من دارم میرم سمت پنجره، میرم نزدیک میشم به پنجره. مثلا an die Nordsee یعنی میرم سمت دریای شمال. حالا اینجا منظورش یه ذره شاید فلسفی تر باشه، ولی منظوری که ما که نمیریم وسط دریای شمال بایستیم، ما میریم توی حاشیه‌اش وای میسیم دیگه، تو همون ساحلش وای میسیم. مثلا اندن اشتخان، برای ساحل هم همینطور میگیم که ما میریم نزدیک ساحل میشیم. و حالا وقتی که میخوایم جواب بدیم که کجا بودی، یعنی جواب سوال و رو بخوایم بدیم، همون آن دوباره استفاده میکنیم ولی این بار با داتیو، چون آنم وکسل پرپوزیشن هست. مثلا و واقعا شما کجا بودین؟ ام فنستا، من کنار پنجره بودم، من بغل پنجره، نزدیک پنجره بودم. یا اند نوتز یا ام اشتخاند. معمولا برای آب، دریا، نمیدونم دریاچه و اینا از پرپوزیشن آن استفاده میکنه. اگه جواب سوال وهین باشه آکوزاتیو، آن پلوس آکوزاتیو. اگه جواب سوال و باشه آن پلوس داتیو. مورد بعدی im Sinne von hinauf یعنی داریم میریم به سمت بالای یه چیزی، به سمت بریم که مثلا روی یک چیزی بریم. مثلا auf den Aussichtsturm، از همون میپرسن کجا داریم میریم، wohin gehen Sie، ما میگیم که auf den Aussichtsturm، داریم میریم بالای اون برج مراقبت، بالای اون برجی که نما داره میشه ازش دید همه جا رو. یا auf eine einsame Insel، داریم میریم روی جزیره تنها. مثلا جزیره هم توی آلمانی با آف میگیم، یعنی میگیم ما روی جزیره ایم، چون که خب جزیره توی آبه و از آب اومده بیرون، ما همین روی جزیره وای میسیم. اینو تو آلمانی با آف میگن. یا مثلا auf den Potsdamer Platz. پوتسدامر پلاتس مکان توی برلین، ولی معمولا مثلا مارک پلاتس یا مثلا کلا پلاتس ها رو اونم دوباره از آف استفاده میکنن، چون میگن که ما توی اون که نیستیم، ما روی اون وایسادیم توی خیابون. یا تو خود خیابون هم میگیم که auf die Straße یا مثلا auf der Straße، ما میگیم ما روی خیابون وایسادیم. یا برای طبقه ها هم از این استفاده میکنیم، مثلا میگیم که auf Seitenstock. حالا ولی اینجا فعلا بحثمون رو همین بمونه، پلتس و اینزل. حالا اگه جواب سوال و رو بخوایم بدیم، همین auf استفاده میکنیم ولی با داتی. مثلا و واقعا کجا بودید شما؟ auf dem Aussichtsturm، ما بالای این برج دیدبانی بودیم، بالای این برجی که ویو داره بود. یا auf eine einsame Insel، چون داتیو شده اندونگش عوض شده اینجا، من توی جزیره تنها بودم. یا auf dem Potsdamer Platz، من پوتسدامر پلاتس بودم. مثلا برای آدم ها یا بعضی از بهورده ها، بعضی از ایونت ها، بعضی از اداره ها از سو استفاده میکنیم و میدونیم که سو همیشه با داتیو میاد. مهم نیست که جواب سوال وهینو داره میده، مهم اینه که سو همیشه با داتیو میاد. مثلا wohin gehen Sie، شما کجا دارید میری؟ ich gehe zu meinen Eltern، من دارم میرم پیش مثلا پدر مادرم. ich gehe zum Arzt، من دارم میرم پیش دکتر. ich gehe zum Friseur، من دارم میرم پیش آرایشگر. zur Polizei، zum Unterricht، zum Mercedes. برای همین آدم ها یا همین بهاده ها یا ایونت ها، اگه جواب سوال و رو بخوایم بدیم، wo waren Sie، کجا بودید شما؟ میگه ich war bei meinen Eltern، من پیش پدر مادرم بودم. ich war beim Arzt، من پیش دکتر بودم. ich war beim Friseur، من مثلا پیش آرایشگر بودم. bei der Polizei، beim Unterricht، bei Mercedes. پس چه شد؟ این جمع‌بندی که ما داریم میکنیم، این پرپوزیشن ها همشون پرپوزیشن های لوکال انگابه هستن. این ردیف برای جواب به سوال وهین بود، گفتیم که وکسل پرپوزیشن ها برای جواب سوال وهین میشن آکوزاتیو بعدشون، ولی یه سری پرپوزیشن ها هستن که همیشه بعدشون داتیو میاد، مثل ناخ و سو، حتی اگه جواب سوال وهین باشن.
وقتی هم که داریم جواب سوال خود وو رو میدیم که کلا با داتیو میاد بعدش، چون هم وکتور پرپوزیشن ها با داتیو میاد، هم مثلا بای که همیشه خودش با داتیو میاد. حالا بریم از این چند تا مثال حل کنیم. Übung 5. Ergänzen die Präpositionen und Artikel beziehungsweise die Kurzform. آرتیکل و پرپوزیشن رو باید کامل کنیم. اگر هم کورس فرم داره که کورس فرمشون رو بزن. سمت چپ داریم میگیم که اوتو گیت oder rennt oder fährt oder fliegt. در واقع داریم جواب سوال وحید رو میدیم دیگه. اوتو گیت ins Bett آکوزاتیو میشه اینجا. ولی wo ist اوتو؟ اوتو ist im Bett. داتیو. حالا ویدیو رو پاس کنید. خودتون ببینید که برای هر کدوم از این اسم هایی که اومدن از کدوم پرپوزیشن باید استفاده بکنیم و اون فال بعدش هم آکوزاتیو یا داتیو. 2. Otto geht ins Büro. Otto ist im Büro. 3. Otto geht nach Berlin. Otto ist in Berlin. مورد اول. 4. Otto geht in den Supermarkt. Otto ist im Supermarkt. Otto geht zum Deutschunterricht. Otto ist beim Deutschunterricht. Otto geht zur Polizei. Otto ist bei der Polizei. Otto geht zu Oma Jutta. Otto ist bei Oma Jutta. Otto geht oder Otto fliegt nach Griechenland. Otto ist in Griechenland. Otto geht nach Hause. Otto ist zu Hause. In zu Hause گفتیم استثنا. Otto geht auf den Aussichtsturm. Otto ist auf dem Aussichtsturm. Otto geht an die Nordsee. Otto ist an der Nordsee. Otto geht ins Restaurant. Otto ist im Restaurant. Otto geht in die Niederlande. Otto ist in den Niederlanden. داتیو. خب حالا بریم یه نگاهی هم بندازیم به تمپورال انگابه ها. یه وقتی هست که ما میخوایم راجع به یه سایت پونکتی صحبت بکنیم. سوالش در واقع میشه وان، راجع به یه زمان مشخص. مثلا وان treffen wir uns، کی هم دیگه رو میبینیم. بعد اون موقع از این پرپوزیشن ها استفاده میکنیم. مثلا وقتی که میخوایم یه ساعت خاصی رو بگیم، از پرپوزیشن او استفاده میکنیم. اون پلوس آکوزاتیو. بعد از اون آکوزاتیو میاد. zum Beispiel 8 Uhr. وقتی که میخوایم بگیم که فلان روز، بگیم یک روز مشخص یا بگیم یک قسمتی از روز، مثلا morgen، abend، ظهر، بعد از ظهر، صبح، یا wochenende برای آخر هفته هم از پرپوزیشن an استفاده میکنیم. an هم همیشه با داتیو میاد. an plus داتیو. zum Beispiel am Montag oder am 8. Januar. دوباره اینا جفتشون روزن، یا تاریخ یا روز هفته. یا مثلا am Morgen یعنی صبح، یا مثلا am Abend am Mittag، یا مثلا am Wochenende آخر هفته. بعد پرپوزیشن اینو داریم، اینم دوباره با داتیوه. وقتی که مثلا ماه ها رو میخوایم بگیم، یا مثلا فصل ها، یا آوگنبلیک، یا وقتی که میخوایم بگیم که مثلا 2 هفته دیگه، یا مثلا 2 روز دیگه، اون موقع هم باید از پرپوزیشن این استفاده کنیم. zum Beispiel im Januar برای ماه ها، یا im Winter، im Sommer وقتی میخوایم راجع به فصل‌ها صحبت بکنیم، یا im Moment یعنی در حال حاضر، im Augenblick، in 2 Wochen یعنی 2 هفته دیگه، یا مثلا in 2 Tagen، in 2 Stunden 2 ساعت دیگه، 2 روز دیگه. وقتی که میخوایم سالو بگیم پرپوزیشن استفاده نمی کنیم، خود سالو تنها میگیم، مثلا 2012. حالا وقتی که میخوایم بگیم مثلا قبل از یه چیزی، قبل از یه اتفاق، اون موقع از فوا استفاده میکنیم. فوا پلوس داتیو، این هم با داتیو میاد. مثلا vor dem Essen، قبل از غذا. وقتی میخوایم بعد از یه چیزی رو بگیم، بعد از یه اتفاقی، از nach استفاده میکنیم، اونم باز با داتیو. zum Beispiel nach dem Essen، بعد از غذا. وقتی میخوایم بگیم بین 2 تا اتفاق، 2 تا زمان مختلف، بین 2 تا زمان میخوایم بگیم، از سویشن استفاده میکنیم، اونم با داتیو دوباره. نکته اینه که
وقتی که میخوایم بگیم بین دو چیز دو تا اسم داریم جفتشون داتیو میشن. مثلا zwischen 9 Uhr und 10 Uhr. zwischen Montag und Mittwoch. بین دو تا اتفاق، بین دو زمان. بای رو داریم یعنی موقع فلان چیز پلوس داتیو، این هم با داتیو میاد. مثلا bei dem Essen یا کوتاهش کورت فرمش میشه beim Essen، موقع غذا خوردن. و سو هم داریم، سو هم دوباره با داتیو، تو deine Geburtstag یعنی موقع مثلا جشن تولد. حالا وقتی که میخوایم راجع به مدت زمان یه اتفاقی حرف بزنیم از این پرپوزیشن استفاده. مثلا میگیم که wie lange haben Sie Zeit، چه مقدار، به چه مدتی وقت داری. از پرپوزیشن von و bis استفاده میکنیم، اول و آخر اون بازه زمانی که میخوایم بگیم. مثلا von 9 bis 12 Uhr یا مثلا von Montag bis Mittwoch، از دوشنبه تا چهارشنبه. حالا اگه بخوایم این مدت زمانی که داریم میگیم یه تاریخ مشخص بگیم، تاریخ مثلا ماهی و تاریخ تقویمی و اگه بخوایم بگیم اون موقع میگیم vom bis zum. مثلا میگیم wie lange dauert das Seminar، این سمینار چه مدت طول میکشه؟ میگیم که vom 2.2. bis zum 13.5. یعنی از 2 فوریه تا 13 می. پس فون و بیس هم با داتیون. اگه میخوایم یه تاریخ تقویمی رو بگیم از 20 استفاده میکنیم. یه وقت هم هست میخوایم بگیم که از کی داری یه کاری رو انجام میدی. مثلا seit wann arbeiten Sie schon. بعد از پرپوزیشن زایت اینجا استفاده میکنیم. زایت هم با داتیو میاد. نکته ای که داره اینه که وقتی داریم از پرپوزیشن زایت استفاده میکنیم داریم راجع به یه چیزی صحبت میکنیم که از گذشته شروع شده و الان همچنان ادامه داره، الان هنوز تموم نشده. مثلا میگه seit wann arbeiten Sie schon، یعنی از کی داری کار میکنی، یعنی از یه زمانی شروع کردی به کار کردن و الان هم هنوز داری کار میکنی. بعد میگه که مثلا seit September، الان فکر کن مثلا اکتبر، یک ماه بعد از سپتامبر. میگه شما از کی داری کار میکنی؟ میگه seit September، از ماه پیش. هنوزم ولی مشغول کار. نکته که هست اینه Zeitangaben ohne Präposition stehen im Akkusativ. Zeitangaben که پرپوزیشنی ندارن رو با آکوزاتیو میگیم. Zum Beispiel wann hat sich Eva verliebt؟ ایوا که عاشق شد؟ letzten Sommer. این که تابستون قبلی. این letzten Sommer توی آکوزاتیو میاد وقتی که بدون پرپوزیشن داریم. حالا بریم چند تا مثال ازش حل کنیم اینم جا بیفته. Übung 6. Wann ergänzen Sie die Präpositionen und Artikel bzw. die Kurzformen. Manchmal gibt es mehrere Lösungen. A. Wann hat sich Eva verliebt? Eva که عاشق شده. 1. Am Freitag. گفتیم واسه روزهای هفته از پرپوزیشن an استفاده میکنیم پلوس داتیو. حالا ویدیو رو پاس کنید، سعی کنید خودتون بقیه‌شون رو بنویسید. 2. Im Urlaub. 3. Am Wochenende. 4. Beim Skifahren. 5. Vor wenigen Minuten. 6. Vorm Weihnachtsessen. Beim Weihnachtsessen. Oder nach dem Weihnachtsessen. B. Wann sprechen wir endlich über das Projekt? Okay, آخرش که راجع به این پروژه حرف میزنیم. 1. Vor der nächsten Sitzung oder in der nächsten Sitzung oder nach der nächsten Sitzung. 2. Am 15. Juli. 3. Vor der Mittagspause oder in der Mittagspause oder nach der Mittagspause. 4. In 2 Wochen, in 2 هفته دیگه. 5. Vorm Gespräch mit dem Direktor. Beim Gespräch mit dem Direktor. Im Gespräch mit dem Direktor. Oder nach dem Gespräch mit dem Direktor. Beim Golfspielen.
حالا Angaben دیگه هم هستن. Weitere Angaben. Zum Beispiel Finalangaben. وقتی که میخوایم هدف از انجام یک کاری یا نتیجه یه چیزی رو بگیم. سوالش میشه مثلا wofür, wozu، برای چی. یه بار از preposition für استفاده میکنیم. für plus Akkusativ. Zum Beispiel ich tue das alles nur für dich. من همه این کار رو انجام میدم فقط به خاطر تو، فقط برای تو. یا میتونیم از preposition zu استفاده کنیم. zu plus Dativ. Zum Einparken sollte man beide Außenspiegel benutzen. برای پارک کردن ماشین بهتره که آدم از هر دو تا آینه بغل ها استفاده بکنه. بعد مودال Angaben. سوالش میشه مثلا wie, womit, mit wem، چجوری، به چه صورتی. میتونی از preposition aus استفاده کنیم. مثلا aus plus Dativ. Zum Beispiel das Kleid ist aus reiner Seide. این لباس از ابریشم خالص. durch plus Akkusativ. preposition durch با Akkusativ. Zum Beispiel die Mannschaft verbessert sich durch hartes Training. یعنی این تیم خودش رو بهتر میکنه از طریق تمرین های سخت. mit plus Dativ. Wir fahren mit dem Zug. ما با قطار میریم مثلا اونجا. nach plus Dativ. oft nachgestellt. یعنی معمولا preposition بعد از اسم میاد. یعنی اون اسم داتیومون میاد بعد prepositionش میاد. Zum Beispiel meiner Meinung nach stimmt das Ergebnis nicht. یعنی به نظر من، بر طبق نظر من، این نتایج درست نیستن. Ohne plus Akkusativ. Oft ohne Artikel. Zum Beispiel ohne Brille kann ich nicht lesen. بدون عینک من نمیتونم بخونم. Unter plus Dativ. Wir arbeiten unter schlechten Bedingungen. ما تحت شرایط سخت داریم کار میکنیم. تو فارسی هم دقیقا همون میگیم تحت. Zu plus Dativ. Wir gehen zu Fuß. ولی خب این zu Fuß یه فستوندونگ هست. همیشه با هم استفاده میشن. برای وقتی که مثلا میخوایم بگیم که من پیاده میرم یه جایی. Wir gehen zu Fuß. Kausalangaben. انگابه های دلیلی. سوالش میشه warum. چه preposition هایی میتونیم استفاده کنیم؟ میتونیم از preposition aus plus Dativ استفاده بکنیم. ohne Artikel هم استفاده میشه. مثلا heiratete sie aus Liebe. از روی عشق، از روی علاقه با اون ازدواج کرده. یا vor plus Dativ. auch ohne Artikel. sprang vor Freude in die Luft. از خوشحالی اون پرید تو هوا. یا preposition gegen plus Akkusativ. Ich nehme die Tabletten gegen Kopfschmerzen. من این قرصا رو میخورم بر ضد سردردم. انگابه های آخرم conditional Angaben. مثلا سوال میشه wann. ولی این wann چه موقع زمانی منظورمون نیست. منظورمون تحت چه شرایطی هست. این کی. از preposition bei plus Dativ استفاده میکنیم. مثلا میگیم bei schlechtem Wetter gehe ich nicht spazieren. وقتی که هوا بد میشه من نمیرم اسپاتسیرن، نمیرم قدم بزنم. Übung 7. Bilden Sie Sätze, achten Sie auf den Kasus. هر جمله یه prepositionی داره، باید بدونیم که بعد این preposition چه کازوسی استفاده بکنیم. داتیو یا آکوزاتیو. 1. Wir brauchen das Geld zum Überleben. اینجا فینال انگابه داریم استفاده میکنیم. zu plus داتیو. حالا ویدیو رو پاس کنید، سعی کنید خودتون بقیه این 12 مورد رو حل کنید. 2. Die Schränke sind aus Holz. 3. Tante Jutta kommt mit dem Auto ohne ihren Hund. با ماشینش بدون سگش میاد. Martha kauft für ihren Sohn eine Gitarre. برای پسرش یه گیتار میخره. Meiner Meinung nach
ist der Abgabetermin für den Abschlussbericht zu früh. این به نظر من این ترمین تحویل دادن بریشت نهایی خیلی زوده. 6. Ohne Fleiß können wir den Wettkampf nicht gewinnen. بدون تلاش نمیتونیم این مسابقه رو برنده بشیم. 7. Das Fußballspiel findet unter schlechten Wetterbedingungen statt. این مسابقه فوتبال داره تحت شرایط جوی بدی برگزار میشه. Aus Angst vor einer Verletzung spielt der Stürmer Franz Kaiser nicht mit. یعنی به خاطر ترسش از آسیب دیدگی بازی نمیکنه. 9. Das ganze Gebäude ist aus Stahl und Glas. کل ساختمون از فولاد و از شیشه هست. 10. Ich nehme die alten Pfannen von meiner Oma gerne zum Kochen. من مایتابه های قدیمی مادر بزرگم رو برای آشپزی استفاده میکنم. Bei heftigem Schnee kann man die Bergstraße nicht befahren. این وقتی که خیلی شدید برف بیاد bei heftigem Schnee آدم نمیتونه خیابون برگشتخاصه رو توش رانندگی بکنه. Er hilft dir nur aus Mitleid. فقط به خاطر همدردی داره کمکت میکنه. Die Regierung kämpft jetzt gegen das Rauchen. این دولت یا حکومت داره بر ضد سیگار کشیدن میجنگه. اینم از این. پس چیا رو یاد گرفتیم؟ اول پرپوزیشن هایی که همیشه با داتیون، بعد پرپوزیشن هایی که همیشه با آکوزاتیو میان مثلا اونه، بعد فهمیدیم که یه سری پرپوزیشن ها هم یه سری وقته با داتیو و یه سری وقته هم با آکوزاتیو میان، مثلا نیبن که بهشون گفتیم به اینا میگیم وکسل پرپوزیشن. بعدم یه جمع‌بندی کردیم که لوکال آنگابن با چه پرپوزیشن هایی گفته میشن، تمپورال آنگابن و آنگابه های دیگه وایتر آنگابن مثلا فینال آنگابه، مودال آنگابه. مرسی که تا اینجا همراه بودین. امیدوارم که این کورس بهتون کمک کرده باشه. اگه سوالی چیزی داشتین توی کامنت ها برامون بنویسید. از طریق این ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید.